خب اتوبوس نکنه، اتوبوس داره بلینکر رشت میکنه، درسته؟ این راهنما سمت راست میزنه، شما الان میتونی بری پشتش، بستگی داره دیگه به نقطه دیدت. نکنه راهنماشو خاموش کرد، وقتی راهنمای راستش خاموش کرد یعنی میخواد راهنما چپ بزنه حرکت کنه، و وقتی این راهنمای چپو بزنه شما اگه بغلش باشه اجازه نداری حرکت کنی، شما حق تقدم داری. این فخاص برو حالا وقتی این برای اتوبوس سبقت گرفتن یا بغلش رد شدن باید چند تا چیز در نظر بگیری. اگه راهنما سمت راست بزنه دیدت خوب باشه میتونی مسک گیشوندیش کنی در بغلش رد، یعنی با سرعت مطمئنه. ولی اگه جفت چراغاشو روشن کنه فقط اجازه داری با شیرت گیشوندیش کنی بری. یعنی چی؟ 4 تا 7 سرعتت نگاه کن چقدر الان؟ 60 50. خب اینجا اصلا نمیتونی از اتوبوس رد چی. چرا؟ چون خطمون ممتده. دقیقاً باید اینا رو در نظر بگیری. بعضی وقتا تو امتحان میشه 2 تا ماشین پشت اتوبوسن، اونا از اتوبوس میان رد میشن، ماشین سوم که ماشین فارشوده است از اتوبوس رد شه، همونجا باعث ردش میشه، چون اونا به این خطا اهمیت نمیدن. ولی اگه ما روی خط رد شیم امتحان تمومه. بریم چپ. رشوان لینکس رو داریم. یعنی اتوبوس دیدش خوبه یا به هر دلیلی. خب الان که اتوبوس راهنما سمت راست. خب حالا در پس ما باید حواسمون باشه این نبود میره پشت سرش. دقیقاً وقتی که اتوبوس راهنما رو میزنه بدون که بخواد حرکت کنه، اصلا راهنمای راست رو وقتی خاموش میکنه دیگه باید حواست باشه ازش رد نشی، مطمئن باشه، چون میخواد فوری راهنما چپ رو بزنه و حرکت کنه. و موضوع مهم اینه بعضیا فکر میکنن اتوبوس ها باید تو سمت خودشون باشه که اون کارو انجام بدن. اگه اتوبوس تو سمت مخالف هم باشه، یعنی الان اتوبوس از روبرو داره میاد تو ایستگاه وایساده، راهنمای چپش زده، ما باید از بغلش دوباره آهسته رد شیم. فقط نیست که نه اصلا روبرومونه اصلا روبرومونه، یعنی اصلا تو مسیر ما نیستش. ما نمیتونیم بگیم چون روبرومونه تو مسیر ما نیست میتونیم با سرعت از بغلش رد شیم. چرا؟ چون وقتی اتوبوس تو ایستگاه مثل همین الان تو ایستگاه وایساده، مسافر پیاده میکنه و سوار میکنه. از روبرو هم باشه همین قانون هستش دیگه، وقتی وایساده میخواد مسافر پیاده کنه، سوار کنه و حرکتش ادامه بده. پس ما باید سرعتمون رو دوباره چی بکنیم؟ مثل گیشوندیش، یعنی سرعت مطمئنه. اگه دوباره همون مسیر روبرومون اتوبوس با وارم بلینک انلاگ، یعنی با فلاشراش داره کار میزنه، باید دوباره سرعتمون چی باشه؟ شیرت گیشوندیش کنه، یعنی 4 تا 7. پس فرقی نمیکنه که اتوبوس تو مسیر ما باشه یا از روبروی ما باشه. این قانون فقط وقتی فرق میکنه که خیابون جدا باشه. الان اتوبوس داره میاد، تو نمیتونی رد شی، باید اینجا وایسی، فضا بدی، راهنما بزن، آماده باش که اتوبوس رد شه، بعد میتونی حرکت کنی. پس این قانون صدق میکنه که چه روبرو چه از سمت خودمون، فقط وقتی که فاربان گترنت باشه. یعنی چی؟ الان میتونی بری فقط وقتی که جدول وسط خیابون باشه، یعنی خیابونا اصلا جدا باشن، اون موقع ما به روبرو کاری نداریم، فقط سمت خودمون مهمه. دقیقا آهسته. عالی. الان برو جلوتر، اینجا یه موضوع مهمی هم هستش در مورد اتوبوس. خب نکن الان اتوبوس داره راهنما میزنه، قبلش چیه داریم ما؟ خط عابر پیاده. قبل خط وایسا که مطمئن بشی که به نری بچسبونی به اتوبوس، چون وقتی میچسبونی به اتوبوس الان میتونی بری راحت. اینجا حواسم هست همیشه قطارا رو یه چک میکنیم یا چیزی؟ نه آهسته برو، نه سرعت کم نکن. الان فورفارتش درست فولگه. پوزیسیون چندیم ما الان؟ ما الان پوزیسیون 1. پس گاز بده برو، راهنما رو بزن برو. بعد آمپل رشت. بعد یه موضوع مهمتر، وقتی تو کروه هستیم یا میخوایم یه کروه رو ما بچیم سمت چپ، هر روبرون هم یه اتوبوس بیاد بخواد هم کروه رو بیاد مستقیم، قبل از کروه ما باید وایسیم، چون اتوبوس نکن فضا میخواد برای گردش. یعنی ما میتونیم تو یه اشپور بمونیم، ولی اتوبوس وقتی میخواد گردش کنه هر دو تا اشپور رو لازم داره، هم اشپور خودشون هم اشپور ما رو.
به خاطر همین دیدی الان اونجا یه کامیون اومد، به خاطر کامیون ما ترمز زدیم وایسادیم. دقیقاً همین حالت میتونه برای اتوبوس باشه. اتوبوس وقتی میاد ما باید ترمز بزنیم، وایسیم اون کوربه رو رد کنه، کامل که رد کرد ما در بغل ما رد شد، بعد ما ادامه بدیم حرکت کنیم بریم. الان اینجا یه نمونه دیگه شه. ببین یعنی رد کرد، اشتباه کرد. یعنی کاری که ما میکردیم نبودم بچسبونیم اتوبوس، بعد فاصله رد بشه، چون ما هم دوش سوگن هم اشپر فرشه داریم، جفتش با همه. یعنی تو امتحان باید حواسمون باشه یه ماشین اگه این کاری کرد فکر نکنید آخ درسته ما هم انجام بدیم در جای امتحان تمومه. یکی از بچه‌ها این کاری کرده. میدونم. ماشین رفت. دقیقاً یکی از شاگردای یکی از دوستام هم این کاری کرده بود. یه جای مهمه نکن ما الان اینجا ایستگاه نکن، ما دیدمون خوبه، دیدت خوبه ولی نمیتونی رد چی. چرا؟ نکن چند بعد از جلوتر خط دوباره ممتد شد. یعنی باید تو ذهنت بگیری اتوبوس چیه؟ درازاش زیاده. دقیقاً تو دقیقاً می‌خواستی رد چی می‌آمدی از روی این خط رد می‌شد. به خاطر همین باید خیلی به این مسائل دقت کنی وقتی که می‌خوای ببینی من میتونم واقعا اتوبوس رد بشم یا اینکه بهتره پشت اتوبوس بمونم. باید تمام شرایط موقع که جلوت اتوبوس قرار میگیره در نظر بگیر. دقیقاً. الان قانونا میتونی از اتوبوس رد بشی به شرطی که دیدت خوب باشه، روبرود ماشین نیاد و وقتی اینجوری هستش باید قبل تقاطع وایسی. قبل تقاطع وایسی که تا ماشین اومد راحت میتونه گردش کنه. و ما چیکار کردیم؟ راهو نبستیم. این ماشین هم اومد، الان اینا میتونه بره. اینا نکات مهمه. بعد همیشه دقت کنی کجا وای میستی. راحت، آسوده، با خیال راحت حرکت میکنی. پس باید سعی کنیم موقع امتحان، کلا موقع رانندگی، نه امتحان فقط، موقع رانندگی ریسک نکنیم، با آرامش حرکت کنیم. میریم مستقیم میریم. الان خوبه؟ اگه ماشین نمیاد حالا میتونی رد چی ازش. همه چی خوب، همه چی عالی، راحت تونستی ازش رد بشی. از همه جوانب رو در نظر میگیریم، تو بهترین موقعیت میتونیم رد شیم. آمپل لینکس. نه دیگه الان این بعد نصف ماشینش رو خط. پس اتوبوس ها نیست که حتما باید پشتش باشیم، باید به همه جوانب و مسائل نگاه کنیم بعد بتونیم ازش. اینم از اونایی است که فایل آمپل. دقیقاً. این فایل آمپل یعنی توش فلش داره دیگه. وقتی این آمپل هستش دیگه سبز میشه بقیه قرمز. آره دقیقاً. نکنم الان آبر پیاده هم قرمز. راحت میتونی بری. میرم تو اشور خودم. دقیقاً تو اشور خودش. عالی. پس داستان اتوبوس قرن قشنگ گرفتی دیگه. چی شد؟ ولی فعلا دقایق 20 نیستیم. نه دیگه الان ما تو فونسیش هستیم. دقیقاً ما الان تو فونسیش هستیم. نکن برو جلوتر. آها بذار اتوبوس الان اون فضایی. نه دیگه تو نباید بری. تو بری دیگه راه بستی. تو باید بیای. آها دقیقاً. عالی بود. خیلی هم خوب. پس حواست باشه موقع رانندگی، مخصوصا اینجایی که پروفونگ اشتراکی که هستش بیشتر شاید تقابل پیدا کنیم با اتوبوس، یا روبرو بیاد یا پشت سر. باید این مسائل همه رو در نظر بگیری. آمپل لینکس.